وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان کار یک ساله‌شان را جنببست کرده به تعطیلی تابستانه برآمدند. گرچند رئیس پارلمان و اعضای آن با اشاره به تصویب 174 سندهای حقوقی سال را باورار گفتند، در نطق ظهور اشارت به مضمون انتقاد صدا داد. ما نباید با تقلید بیجای قانون‌ها و تکلیف درخواست‌های تغییرگران خارجی انتقال ارزش‌ها داده شویم، زیرا ما قانون را برای سعادت خلق خود قبول می‌نماییم. وقتی ما یگان قانونی یک کشور پیشرفته را می‌خواهیم و نظام حقوقی خود وارد سازیم و ما ضرور است که تمام نقطه‌های آن را در ترازوی منفعت ملت و دولت گذاشته، موافقت آن را و طبیعت حقوقی نظام حقوقی و فرهنگ ملی تشخیص نماییم. در میان 174 سندی در یک سال پارلمان قبول شده، قانون‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت اوفی طلایی سوگندی‌کنی وکیلان هر دو پلات مجلس در برابر مردم از اسنادی بود که بیشتر از دیگر سندها مورد توجه قرار داشتند. طرح قانون اجازت استثنایی ورود به خانه‌های شهروندان بدون اجازه دادستانی از جانب پلات بالای پارلمان به خاطر مخالفتش با معیارهای کنستیتوسیونی پذیرفته نشد که یکی از پیشنهادهای بحث برانگیز پارلمانی گردید. در جریان کار پارلمان دعوت پنجم تاجیکستان بارها شکرجان ظهورو رئیس مجلس نمایندگان به اجرای کند قانون‌ها یا سوء استفاده از قانون‌های موجوده اشاره کرده بود. ما قانون‌ها را برای شهروندان قبول می‌نماییم. پس بهتر آن است که قانون‌ها در شکل مجموع دسترس شهروندان گشته، استفاده و شناسایی با آنها آسان باشد. برخی بر این نظرند که تماس پارلمان در یک سال اخیر با جامعه و سازمان‌های جمعیتی محدود شده، صدای وکیلان در ارتباط با مسائل مبرم کمتر به گوش می‌رسید. خبرنگارانی که کار پارلمان را در مطبوعات انعکاس می‌کردند می‌گویند امسال در مقایسه با جلسه‌های چند سال پیش کار مجلس کم بحث شده است. در برابر آن که روزهای چهارشنبه در جلسه‌های خود خبرنگاران را دعوت می‌کنند، در شوراهای مجلس نمایندگان نیز خبرنگاران راه یابند اگر بهتر است و چنانچه که آنها می‌گویند که ما در شورا بعضا مسائل را بحث بررسی می‌کنیم، اگر حجت نمی‌ماند در دیگر وقت کنیم، انا در همون شورا نیز خبرنگاران ببینند که آنها تا کجا مسئله ها را به طور جدی بررسی میکنند و از نتیجه همون بحث و بررسی آنها به مردم اطلاع دهند. خبرنگاران دیگر میگویند حتی بعد قبول شدن این یا آن قانون و یا سند مهم اکثر وکیلان از صحبت با مطبوعات خودداری میکنند. در صورتی در مجلس حاضر شدن مقامات مهم با وجود آماده بودن سوال و پرسش های زیاد از مطرح شدن این سوال ها خودداری میکنند. یک مورد برجسته‌اش حاضر شدن رئیس آژانسی ضد فساد سلیمان سلطانزاده در پارلمان و بررسی قانون مبارزه با کروپسیا بود. هیچ وکیل از سلطانزاده درباره بازداشت پرسر و صدای کارمندان این نهاد سوال نکرد. خود اعضای مجلس به انتقاد در زمینه خاموشی وکیلان در مسائل داغ جامعه راضی نیستند. مخفی است. سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان میگوید در بین وکیلان دعوت پنجم مجلس نمایندگان 3 اکادمیک، 3 دکتر و نامزدهای علم و رهبران سابق وزارت و اداره‌های دولتی هستند که در تهیه سندهای حقوقی جوابگوی معیارهای بین المللی سهم دارند. کارشناسان مستقل میگویند پارلمان تاجیکستان باید هنگام بررسی و قبول قانونها با فعالان جمعیتی، سازمانهای مدنی، ژورنالیستان و دیگر اعضای جامعه همکاری کند. از طرف دیگر به نظر شاکرجان حکیمو قبول قانونها در پارلمان از کسبیت خود وکیلان وابستگی جدی دارد. تا چه اندازه این قانونها آرمانهای ملی را افاده میکند و زمینهشان ژرف است و فراگیر قشرهای مختلف جامعه، از هیئت پارلمان نیز وابستگی دارد و بنابراین باید ضمن برگزاری انتخابات ما کوشش کنیم که انتخابات ها عادلانه باشند و نمایندگان بیشتری حزب حقانه در اساس انتخابات های عادلانه وارد پارلمان شوند.
اعضای مجلس نمایندگان تاجیکستان بعد تعطیل تابستانه تیر ماه دوباره به کار خود ادامه می‌دهند. شادمان یتیم، مردان محمد، آزادی دوشنبه.